مانیتور ولومدار نویمتسا محصول سال 2025 با یک کیفیت تصویری فوق‌العاده از جنس QLED و صفحه نمایش IPS 4K که حساسیت تاچ فوق‌العاده بالایی داره. اکولایزر کاملی داره. اگر که شما سیستم داری روی ماشینتون خیلی راحت این مانیتور سیستم شما رو ساپورت میکنه که حالتهای مختلفی رو بهتون ارائه میده. در ضمن یه مدل این مانیتور آست هستش که یه فن خنک کننده قوی روش طبیعه شده که توی گرمام هیچ مشکلی برای مانیتور پیش نمیاره. اینجا ما دو تا پورت داریم، یکیش واسه USB که به درد فلش میخوره و اون یکی تایپ C واسه شارژ کردن گوشی موبایلتون توی ماشین که یه معضل بزرگه برای خیلی از افراد و این یه ویژگی فوق العاده خفن به حساب. این مدل مانیتور نسبت به نسل‌های قبلی خود صفحه نمایشش کوچیک‌تر شده که برای چه ماشینای مناسبه؟ ماشینایی مثل 206 که وقتی شما این مانیتور رو روش نصب می‌کنید دیگه مشکل مسدود شدن دریچه کولر بخاریتون برطرف میشه. به این شکل شما دریچه کولر بخاریتون میبینید که کامل بازه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خیلی از ماشین‌های دیگه هم اینجوریه، صفحه نمایش بزرگ باعث میشه این دریچه‌ها مسدود بشن و این مانیتور مختص همچین افراد.